کنده، جرگه یا سلام باستانی اسم این حرکت هست. پای چپ باید جلو باشه و پای راست عقب. تمام زوایای پا 90 درجه هست. دست صاف و کشیده، بدن صاف و به شنو سرنوازی میریم. در شنو سرنوازی حتما دقت داشته باشین. دست ها ماماس به بغل بدن، سینه به تخته میخوره و پاها 2 برابر عرض شانه باز هست و پاشنه پا به هیچ عنوان نباید بیاد بالا. همینطور که مشاهده میکنین شماره 4 سینه به تخته میخوره و 3 شماره ما شمارش در بالا داریم. این شماره 2، شماره 3 و شماره 4 که سینه به تخته میخوره. تمام بدن با هم پرس میشه روی تخت شنو. دقت داشته باشین حرکت رو. 1 2 و اینجا حرکت عوض میشه. 3 4 و حالا به حرکت متوالی میریم. شنو متوالی شماره 1 پایین هست و شماره 2 بالا. شماره 1 پایین، شماره 2 بالا. و دوباره همون ساعت ها رعایت میشه تا زمانی که میاندار حرکت رو عوض میکنه و به شماره 1 شنو سرنوازی میریم. اینجا حرکت تعویض شد. در شنو سرنوازی، در شنو 1 سرنوازی دوستان دقت کنین، مرشد 1 مصرع از 1 بیت رو میخونه و زمانی که تمام میشه ورزشکار به سمت تخت شنو میره. اینجا حرکت به 2 تا شنو تعویض شد که به اصطلاح در زورخونه بهش میگن شنو 1 شلاقه، شنو 2 شلاقه و شنو 3 شلاقه. ما الان در شنو 2 شلاقه هستیم، یعنی 2 تا شنو میریم بعد از خوندن 1 مصرع از 1 بیت که توسط مرشد انجام میشه. الان میاندار حرکت رو به 3 شنو شلاقی تعویض کرد همینطور که مشاهده میکنین. اینجا ورزشکار که به این حالت در میاد، مرشد شروع کنه به خوندن، مثلا به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ورزشکار میره پایین و 3 تا شنوش رو انجام میده. حتما صحت ها باید رعایت بشه مطابق شنو سرنوازی. در اینجا ورزشکار میخواد شنو پیچ رو بره. در شنو پیچ شماره 1 سینه میخوره به تخته و شماره 2 کاملا بدن میپیچه و سر به زیر دست میره. ببینین این شماره 1 کامل بدن سینه به تخته مماس میشه و شماره 2 سر زیر بدن قرار میگیره و همین حالت انجام میشه. صحت در شنو پیچ به این صورتش هستش که دست ها روی تخته هست و پاها هم روی زمین و هیچ قسمت دیگه ای از بدن نباید روی زمین باشه. یعنی فقط شما کف دست و پنجه پات روی زمین هستش. یا علی، بریم برای قسمت های بعدی.